سلام. نها کن، هیچ غلطی نمی کنید. پدرتون رو در میاریم. متاسفانه پدرم دار فانی رو ودا گفته. دیگه خیلی سخته که از زیر زمین درش بیاری. این اصطلاحه. فهمیدین منافق کثیف؟ نه متوجه نمیشم. دقیقاً چی رو باید بفهمم؟ جان مادر، دلتون به چی خوشه؟ سوال خوبی کردی. باید برم روش فکر کنم. واقعاً دلمون به چی خوشه؟ منو دچار مسئله کردی. نه بابا، یه اسلحه دارم که شاه نداره. همیشه پره برای نوازش دشمنای انقلاب و رهبری. یه خوش دسته. کالیبرش چنده؟ این دیگه به تو ربط نداره. کمریه یا از اونا که تک تیراندازا دارن؟ بزرگوار، از اونا که تک تیراندازا دارن همراه نمیشه داشته باشی. بی سواد. مرسی که شما الان با سوادم کردی. خب میگم یه بار همین الان باهاش شلیک کن. دلم براتون میسوزه. شاید تیرش من برسه. نه جان تو، یه بار شلیک کن همین الان. کجایی؟ توی خونه یا بیرون؟ خب زیاد رفتی، ایران نیستی. کارم تمام، بای بای. خب حالا بذار من شلیک کنم، حداقل ریپورتت کنم، یکم حال کنی، چون تیر ریپورت من به تو میرسه.